به خودم نگاه میکنم و میبینم که از آن آدمی که قبلا بودم خیلی فاصله گرفتم. قلبی آدم که بشکند و احساسش که بمیرد دیگر هرگز آن آدم سابق نمی شود. یک قدر رفتنها، یک قدر شکستنها داغشان تا ابد روی دلت باقی میماند. دیگر به همه چی انسان سرد و بی‌حسیات می شود. روزها خوب یا بد بگذرد برایم فرقی ندارد. در هر صورت یک لبخندی سرد در لبانم همیشه هست و همیشه وجود دارد. راستی دیگر از همه بدم می آید. فرقی ندارد طرف چقدر خوب باشد. حتی اگر او واقعی باشد برایم مثل دروغ است. دیگر به کسی باور نمی کنم. رفیق، از من به تو نصیحت. خیلی از آدم ها قاتلند. قاتل احساسات، قاتل اعتماد، قاتل جوانی. پس خیلی مراقب خودت باش و به آسانی به کسی اعتماد نکن، چون اگر قلب اعتمادت بشکند دیگر هیچ وقت آن آدمی سابق نمی شوی.